اکثر ساکنان محله‌های رودکی و نوآباد شهر پنجکین جواباً به دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امام رحمان بابت استفاده عاقلانه هر وجب زمین تدبیرهای عملی می‌اندیشند. حلیم اکرموف از جمله همین قبیل انسان هاست که صرف نظر از نفقه خور بودنش وقت یافته در زمین نزد همدیگه کار میکنند. رحمت به همین حکومت که به دستگیری همین ها زمین نزد حولگیم به پمیدور، بادرنگ، کارتشکا، دیگر سبزیجاتی که برای زندگی لازم همین میکاریم، میچینیم، میگیریم، استفاده میبریم برای فروش نیو برای خودمون پنسیه به ما نفقه خور همین ارمک همین خطی اویله با خیلی بارش سبک میکنیم. در این منطقه شهر در ردیف مردم بانوان نیز با استفاده از زمین روزگار خیش را باز بهتر و فیض و برکت آن را بیشتر میسازند. ما میرزایوا برفی استقامت کننده کوچه نورافشان عین حال کارتوشکا، سبزی، سرپیاز، بادرنگ، پمیدور همه نمودهای کشت موجود می باشد. ما از همین زراعت خودمون زندگی امان را پیش میبریم. از بازارهای شهر نمیخریم. همه چی ما در خودمون میرسد. با زیادی کنه دیگه بازار برده میفروشیم دهقانی خودمون را. پیش از همه به پیشوای ملتمون و رئیس شهرمون می‌نداری خود را بیان می‌نمایم که تمامی در محلی ما مردم با کاریدن تمامی نمودی زراعت‌ها مشغول می‌باشند. از جمله کشتی کارتوشکا برای زندگی خود آسان شدن تمامی نمودی زراعت‌ها را دویم باره سوم باره کاریده زندگی خود را آباد می‌نمایند. مثلا چند عائله‌ها من می‌دونم که آنها الکل سوم بار کشورسن مثلا اکرموف خدای بردیو فایزیو زندگی ثابت ساخته است. کسی که مهر به زمین دارد و آن را عاقلانه مورد استفاده قرار میدهد هیچ وقت خار به کسی و به چیزی زار نمیگردد و برخوردار از لطف و مرحمت آفریدگار می شود. در محله های نوآباد رودکی شهر این حکمت خلق را خوب می‌دانند و آن را شیار و پند زندگی خیش قرار دادند و برکت روزگارشان محض به همین باعث است.